بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران و خواهران عزیز، امروز ان شاء الله ما در این حلقه که حلقه 11 است با یکی از مهمترین موضوع داخل خواهیم شد و این موضوع را از اول تا به آخر ان شاء الله با قدر و توانایی و استطاعت خود به شما بیان خواهیم کرد. چرا که هر کسی که از این مسئله با خبر شد که مسئله بدعت است، شناخت بدعت است، اون انسان گویا خود را از تمام کمبودی های دینی و از تمام خرافات و از تمام فتنه ها نجات داده است. گویا به خود یک سپر گرفته است. اما کسی که از مسئله بدعت بیخبر است، بدعت و سنت را جدا کرده نمیتواند و فرق بدعت و سنت را نمیداند، اون همیشه در مشکلی هست، در خواطری و در شک و شبهه هست. چرا که اون از مسائل مهمترینه که انسان را از حق و باطل خبر میدهد بیخبر است. پس اولا ما به شما معنای بدعت را بیان خواهیم کرد، معنای لغویش را و معنای اصطلاحیش را. باید این را خوب نغز بدانید که معنای لغویش مقصد ما نیست. معنای لغویش از باب تعلیمی معنا دانستن معنای بدعت است، اما به مسئله ما معنای لغویش اینقدر مهم نیست. معنای اصطلاحی و معنای شرعی که ان شاء الله بیان میکنیم این مهمتر است. پس معنای لغوی بدعت، پیش از این که اسلام بیاید، عرب کلمه لغت را به کدام معنا استفاده میکردند؟ عرب کلمه بدعت را چخیلی که ابن الفارس میگویند به معنای سر کردن یک کار، پیدا کردن یک عمل و احداث یک چیز، ساختن یک چیز استفاده می بردند. چخیلی که ابن الفارس در کتاب لغتشان میگویند فلان شیء یبدعه بدعا، یک کسی یک چیزی را یبدعه بدعا یعنی ساخته است، انشأه پیدا کرده است، و فعله ابتداء و اولین کس شده این چیز را پیدا کرده است. این را معنای بدعت در لغت میگویند. یا که اینچنین در کتب لغت آمده است که الاختراع علی غیر مثال سابق، اختراع کردنی که پیش از این اینچنین اختراع وجود نداشته باشد، مثال پیش گذشته ندارد. بدعت یک چیزی است که در حالتی که پیدا می شود پیش از خود، پیش از امروزی که این بدعت پیدا شد مثل این عمل وجود نداشت. یک چیزی نو پیدا شده که اصل ندارد، این را بدعت میگویند. و الله رب العزت و الجلال هم در قرآن عظیم و شان کلمه بدعت را به معنای لغویش به همین معنا استفاده برده است که الله در سوره بقره آیت 117 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بدیع السماوات والارض
یعنی مخترع و پیدا کننده زمین و آسمان ها الله است. اون زمین و آسمان هایی که پیش از این ساختن الله وجود نداشت، مثل این زمین و آسمان وجود نداشت. بدیع به معنای این است که الله یک زمین و آسمانی را خلق کرد که پیش از خلق کردن الله این چنین زمین و آسمان وجود نداشت. یعنی اولین ذاتی که زمین و آسمان را خلق کرد، انشا کرد، احداث کرد، این الله رب العزت و الجلال است. کلمه بدیع هم معنا مرادف بدعت است، از همین ریشه گرفته می شود. و اینچنین الله رب العزت و الجلال در دیگر آیات می گوید که از در سوره احقاف آیت 9 است که می گوید قل ما كنت بدعا من الرسل. قل امر است، یعنی به پیامبر صلی الله علیه و سلم الله امر می کند، می گوید که ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت اول من جاء بالرساله، یعنی من اولین شخصی نیستم که از نزد الله به نزد بندگانش به رسالت به همچون پیامبر آمده باشم، بلکه پیش از من پیامبران زیاده بودند. محل شاهد مقصد ما از این آیت این کلمه بدعا به معنای اولین شخص یا اولین آمده است، یعنی نو پیدا کردن. نه پیامبر میگم من یک پیامبری نو نیستم، من یک اولین پیامبر از جانب الله نیستم، بلکه پیش از من هزارها پیامبر آمده است. و اگر کسی بگوید گفته شود که ابتدع فلان بدعه، یک نفر ابتداع بدعت کرد، معناش این است که یک نفر سرکرده طریق یک راهی هست که یک راه نوی را پیدا کرد که پیش از این چنین راه، این چنین عمل، این چنین کار وجود نداشت. این شخص اولین شخصی هست که این راه را پیدا کرد، این عمل را به وجود آورد و این سخن را از زبانش بیرون کرد. این معنای بدعت است. پس اگر یک چیزی خوبی را، یک چیزی نو پیدا شده را که مثل این سابقا وجود نداشت، همچون یک ترقی انسان بیند، به زبان عربی میگوید هذا امر بدیع، یعنی این یک چیزی که مثال سابق ندارد. بدیع هم از کلمه چی گرفته شده است؟ بدعت، یعنی هم معنا است که مثال سابق ندارد، یک عملی که مثال سابق ندارد. اینچنین در کتاب لسان العرب، معروف ترین کتاب لغت عربی، معنای بدعت را انشاء و بد یعنی سر کردن و یک چیزی نوی را پیدا کردن که پیش از این پیدا شدن وجود نداشت، یعنی اولین حالت پیدایش را بدعت میگویند. این معنای لغوی بود که برای فهم بدعت به من و شما کمک میکند. اما مقصد ما و مقصد شرع معنای لغوی نیست، مقصد شریعت معنای اصطلاحی است. باید دانید که در مسائل شرعی معنای لغوی و معنای شرعی از همدیگر فرق دارد. تمام کلمه های شرعی که در آمده است در اسلام به مانند حج، زکات، صوم یا که بدعت انشاءالله که بیان خواهیم کرد، اینها مقصدشان معنای شرعی هست نه معنای لغوی. یعنی کتاب لغت را کسی گیرد و خواهد که معنای بدعت را فهمد و به امین حکم بدعت را بیان کند، نمیتواند، غلط میکند، کمبودی و تقصیر میکند. یا کسی خواهد که معنای حج را فهمیدنی شود، از نظر شریعت میخواهد که فهمد، بیاید کتاب لغت را کشاید معنای شریعت را بیند، غلط میکند. چرا که معنای حج در لغت کمی عامتر است و در حج خاص است، عملی خاصی را، مکان خاصی را میگویند. و اینچنین اکثری یا که تمامی کلمه هایی که شریعت هم شارع استفاده برده است.
برای همین است که ما به شما همیشه میگیم معنای لغوی و معنای شرعی. یعنی مقصد ما این است که این کلمه ها را معنای لغویش را استفاده برده نمی شود در شریعت، بلکه مقصد از این فهمیدن این کلمه ها معنای شرعی این کلمه ها است. اگر معنی شرعی را نفهمید شما غلط میفهمید. تا امروز اکثر داعیان در جای ما تاجیکستان، من خودم چندین بار دیدم که نماز را، حتی نماز صلات به زبان عربی، به معنای لغویش استفاده میبرند، از معنای شرعیش بیخبرند. میگویند صلات یعنی نماز این یک چوبی کج شده که به آتش داشتن و این را راست کردن، این معنای لغویش است. معنای شرعی دیگر معنا است. این معنی را بیان کردن همچون معنی نماز غلط است. البته معنی صلات پیش از اسلام یا که اگر در زبان لغت نگاه کنید این معنی لغویش درست است، اما معنی شرعی، معنی که الله میخواهد، اون معنی که رسول الله میخواهد دیگر چیز است. صلات نماز یک عبادت مخصوص است، در زمان مخصوص با یک فعل مخصوص که با تکبیر الله اکبر شروع می شود و با قرائت های مخصوص و با فعل مخصوص و در مکان مخصوص با تسلیمتین ادا می شود، با دو سلام کردن ادا می شود. این را نماز می گویند که این معنی مهم و معنیه که الله می خواهد که ما این را بیان بکنیم. پس معنای بدعت از نظر شرع چیست؟ ما از نظر شریعت مفهوم مطلوب هستیم که باید معنی بدعت را شرعا اینچنین فهمیم. علمای اسلام، علمای اهل سنت و الجماعت در معنی شرعی کلمه بدعت خیلی هم تعریف های زیاده بیان کرده اند که همه تعریف به همدیگر نزدیک است و همه یک معنا می دهد که این بدعت خلاف سنت است. لیکن بعضی از تعریف ها خوبتر، بالغتر و مفهومتر از دیگر تعریف است. امام شاطبی رحمت الله علیه در کتاب اعتصامشون که این کتابشون اعتصام، الاعتصام مهمترین کتاب برای شناخت بدعت است. هر طالب علمی که این کتاب را نخوانده است و تعلیم نگرفته است او حالا از بدعت خبردار نشده است. چخیلی که علما میگویند. برای همین است که تعلیم این کتاب، قرائت این کتاب به هر یک طالب علم مسئله ضروری هست که باید بخواند و مقصد شرع را بفهمد که بدعت چیست و چی بدیها دارد. در این کتاب امام شاطبی رحمت الله علیه میگویند البدعه طریقه فی الدین مخترعه. بدعت این یک راه در دین ساخته شده، راهی که بدین ساخته شده است. این راه در دین وجود نداشت اما ساخته شده است. تضاهی شرعیه، یک عملی که گویا یک کس خود را به شارع برابر کرده است، خودش را همچون یک پیدا کننده مسائل شرعی، پیدا کننده بعض نویگری ها کرده است. یقصد بالسلوک علیها المبالغه فی التعبد، و مقصد از بدعت یا که از بدعت قصد کرده می شود در مبالغه کردن در عبادت و سلوک و در راه. یعنی کسانی که مبتدی هستند اکثرشان مبالغه می کنند و گمان می کنند که این کاری که انجام می دهند کار خوب است، عملی خوب است، اما در اصل اگر نگاه بکنید این بدعت است، مخالف سنت است، اما کننده این عمل گمان می کند که این کارش همچون یک بهترین کار، همچون یک کار دینی و همچون یک پیشروی حساب می کند و این عمل را به جا می آورد، در عبادت غلو می کند، یا که برابطه خودش و بین خودش و الله رابطه‌ای که دارد این را با یک مبالغه انجام می دهد. مثال عادی، یک کسی که می خواهد به الله نزدیک شود
فکر میکند که چگونه به الله نزدیک شود. یک انسان جاهل باشد یا انسانی که از علم اسلام بخبر باشد، چله می نشیند 40 روز در درون یک خانه. این انسان را کسی دیدنش جایز نیست، این انسان به کسی صحبت کردنش جایز نیست، حتی بزنش خواب و خیز کردنم جایز نیست، نماز جماعت بیرون نمی شود. این بعد از 40 روز اولیا می شود و بیرون می شود از این خانه یا که از درون داکه و ستاره خود. بعضی هم مبالغه میکنند، در بینشان هم وجود دارد 80 روز هم میشینند که این یک بدعت است. اونها گمان کردند که در یک خانه نشستن، الله را عبادت کردن، از همه دور شدن یک عمل خوب است. اما در اصل اگر نگاه کنید این یک گمراهی است. در اصل اگر نگاه کنید در یک چله نشینی هزارها امر الله را ترک کردن است. از نماز جماعت شروع می شود، ترک کردن نماز جماعت، ترک کردن نصیحت، ترک کردن دعوت، ترک کردن کافتکاو و رزق، ترک کردن زیارت برادران. این همه عمل ها به خاطر یک غلو، به خاطر یک فکرش ترک کرده می شود که گناه است. اما این انسانی که به چله نشسته است همچون یک آدم عابد خودش را حس می کند که تا امروز در بین من و شما، در قوم من و شما وجود دارد. پس این بدعت است. یا که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در تعریف بدعت میگویند ما لم یشرعه الله و رسوله. بدعت یک چیزی هست که الله و رسولش همچون شرع، همچون دین امر نکرده باشند، این عمل را نفرموده باشند. یک چیزی که در قرآن و در سنت، در اوامر الله و در اوامر رسول الله وجود ندارد، از پیش خود کسی پیدا میکند، این بدعت است. و هو ما لم یأمر به امر ایجاب ولا استحباب ولا ندب و غیر ذلك. یعنی بدعت یک عملی هست که نه در امر الله، نه در امر واجبیش، نه در امر ندبی و نه در امر استحباب وجود ندارد. چرا که یک مسئله اگر مستحب باشد هم در اسلام، چخیلی که اصول فقه بیان میکند، علم اصول فقه، در اسلام مسئله که مستحب هست باید دلیل داشته باشد. اگر همون مسئله مستحب هم از رسول الله دلیل نباشد، این مسئله مستحب نیست، این مسئله بدعت میشد. برای همین است که چندین عملها را بعضی از علما مستحب گفتند، یعنی کردنش ثواب خوب، ترک کردنش ضرری ندارد. اما وقتی که به حدیث نگاه میکنید این عمل مستحب نیست، این عمل بلکه یک بدعت است. پس در اسلام یک مسئله را وقتی که واجب گفتید، سنت گفتید، مکروه گفتید، حرام گفتید یا مستحب گفتید، باید دلیل بیاورید. دلیل وجود دارد یا نه؟ از رسول الله، از الله وجود دارد؟ بله وجود دارد. پس این امر البته مستحب یا واجب است. اما وقتی که دلیل وجود ندارد این امر بدعت است. خیلی که این سخن را شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب مجموعه الفتاوا در صفحه 4 صفحه مجله 4 صفحه 107 بیان میکنند. و اینچنین یکی از علمای بزرگ مذهب ابو حنیفه نعمان ابن ثابت که مذهب ما و تمام منطقه آسیایی می باشد، محمد الحادم الحنفی بدعت را می گویند جمع بدعه خلاف السنه اعتقادا او عملا او قولا. یعنی بدعت، تمام بدعت ها این خلاف سنت است. بدعت چیست؟ بدعت یعنی خلاف سنت عمل کردن است، خواه اعتقادی باشد بدعت اعتقادی، خواه بدعت عملی، خواه بدعت قولی، خواه بدعت ترکی. تمام این بدعت یعنی خلاف سنت، خلاف سنت گفته می شود. پیدا کردن یک چیزهایی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود نداشت. خواه این چیزی که شما پیدا کردید
عقیدوی هست یا عملا پیدا کردید یا یک سخنی زدید که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وجود نداشت یا یک چیزی را ترک کردید که در زمان رسول اکرم این عمل وجود داشت اما شما این را ترک کردید. این هم بدعت است که انشاءالله به شما بیان خواهیم کرد که ترک کردن عمل اسلامی هم بدعت حسابیده می شود. و از این تعریف هایی که ما به شما بیان کردیم فهمیده می شود که بدعت در دین هست. بدعت چیزی هست که در دین پیدا کردن یک چیزها می باشد، اما اون پیدا شده چیزها و اون چیزهایی که انشاءالله انا پیدا شده ایستاده است در مسائل دنیوی، این را بدعت گفته نمی شود. این را تحقیق مصلحه دنیوی گفته می شود. این یک مصلحه است که شریعت اجازه داده است. مسئله بدعت تعلق به مسائل دینی، تعلق به مسائل اعتقادی، قولی، تعلق به مسائل عبادت هست یا ترک کردن مسائل شرعی. اما اون همه پیشروی و پیدا شدن این مستجدات، چیزهای نوی که به زندگی من شما تعلق دارد، چیزهای دنیوی، اینها از بدعت بیرون می شوند که این از خلال تعریف، از درون تعریفی که کردیم بیان کرده شد. یا دومی چیزی که از این تعریفاش فهمیده میشد، ان البدعه ليس لها اصل شرعی يدل عليه. بدعت یک چیزی است که اصل شرعی ندارد که دلالت به این بدعت کند. یعنی تمام بدعت هایی که در روی دنیا دارد اصل ندارد، از شریعت اصل ندارد. اصل یعنی از رسول الله و از الله نسبت این عمل بدعی چیز ثابت نشده است. برای کردن این کار یا برای ترک کردن این کار از رسول الله چیز ثابت نشده است، اصل شرعی ندارد. و اینچنین سومین چیزی که از این تعریف ها فهمیدیم این است که ان البدعه كلها مذمومه. تمام نمود بدعت بد است، مذموم است، بد کرده شده است. تمام نمود بدعت گمراه است. چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنند کل بدعت ضلاله. تمام بدعت زلالت است، گمراهی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث ببینید عام گفتند. در مسائل در علم اصول فقه بیان میکند مسئله عام و خاص. در اینجا رسول اکرم عام بیان کردند، یعنی تمام بدعت گمراهی است گفتند. نگفتند که بعضی از بدعت ها گمراهی نیست، انسان را به خوبی میبرد، انسان را نجات میدهد. این چنین سخن وجود ندارد. عام تمام بدعت مذموم است، بد است، زلالت است و گمراهی است. خواه این بدعت را به خاطر کار خوب استفاده میبرید، به نیت خوب استفاده میبرید، به خاطر دعوت استفاده میبرید یا به نیت چیزی دیگر، به کدام نیت، به کدام خاطر این بدعت را استفاده نکنید، این بدعت در مسائل دینی وقتی که پیدا شد این را مذموم و بد و زلالت گفته می شود. خواه این بدعت در دعوت باشد، خواه در عمل، خواه در قول، خواه در ترک، فرقی ندارد. سبحان الله. ببینید برای همین است که ما باید قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را با فهم علمای امت، با فهم صحابگان بفهمیم. وقتی که مردم از فهم صحابه بیخبر موندند، از فهم علما بیخبر موندند، مقصد شریعت را دیگر کردند و به خاطر خواست خود، به فکر و اندیشه خود چی کاری را خواهند خوب بیان کردند و چی چیزی را خواهند بد بیان کردند، ذلت و خواری بر بالای امت اسلام وارد شد. تا همان زمانی که ما بدعت را از سنت جدا نکنیم خوشبخت نخواهیم شد.
چرا که بدعت اگر گرچنده که کوچک باشد، گرچنده که یک بدعت در شما وجود داشته باشد، این ضلالت و گمراهی است، این سبب بدبختی است و شاید همین یک کوچکترین بدعت انسان را گمراه بکند. سبحان الله. و اینچنین از این تعریف هایی که علما کردن فهمیدیم که بدعت در دین فقط پیدا کردن چیز، پیدا کردن یک عمل، یک سخنی نو گفتن، عملی نو کردن نیست، بلکه ترک کردن بعضی از مسائل شرعی را بدعت گفته می شود. بدعت اینچنین در ترک هم وجود دارد، چهله که امام شاطبی رحمت الله علیه در کتاب الاعتصام خود این مسئله را کاملا بیان کرده اند که انشاءالله ما به شما بیان خواهیم کرد. اما از این هم اکثر مردم بیخبرند، گمان میکنند که بدعت فقط یک پیدا کردن عمل یا پیدا کردن سخن یا بدعت اعتقادی است و خلاص است. نه، بلکه ترک کردن سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم این یک عین البدعه می باشد. ترک کردن بعضی از مباحات همچون یک عبادت، این هم بدعت است که انشاءالله این مسئله را واضحتر و آشکارتر به شما در جای خودش بیان خواهیم کرد. پس اینچنین از تعریفمون فهمیده می شود که بدعت دو قسم است: بدعت لغوی، آن بدعت هایی که به مسائل دنیوی دخل دارد، و بدعت دینی که مذموم است و بد است. و اینچنین بدعت به دو قسم تقسیم می شود: بدعت در عادات، عادت و تقالید. عادت در نظر شریعت، از نظر شریعت عادت با اعتبار گرفته می شود، چخیلی که در قواعد الفقهی آمده است: العادت محکمه، امهات القواعد به آمده است، یعنی قواعد الکبرى به این آمده است، یعنی 5 قاعده بزرگ داریم که تمام قاعده های فقهی به زیر این 5 قاعده باز میگردد، که یکی از اون قاعده بزرگ که در زیر این قاعده صدها قاعده هست که از این قاعده بیرون شده است: العادت محکمه، عادت محکمه است. عادت از نظر شریعت به اعتبار گرفته می شود. و عاشروهن بالمعروف، الله در قرآن بیان کرد. یعنی بدعت در عادات به مانند پیدا کردن مخترعات الحدیثیه، مسائل دنیوی، این مباح است، چرا که بدعت به عادت داخل نمی شود. و اینچنین قاعده در قواعد الفقهی هست که میگویند: الاصل فی العادات الاباحه الا يدل الدلیل على تحریمه. اصل در عادت اباحه است، یعنی اصل عادت ها مباح است مگرم دلیل بیاید و این عادت را حرام بکند. به خاطر همین است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشان چندین عادت و تقالید جاهلیت را من کردند، به مانند 4 فی امتی من امر الجاهلیه: النیاحة علی المیت والفخر بالانصاب والطعن بالانصاب، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را همچون یک عادت بد و عادتی که اسلام قبول ندارد رد کردند و از این عادت ها و تقالید ها باز داشتند. اصل عادت مباح است در حالتی که شریعت یک امر کرد که این عادت یا وی عادت دیگر از نظر شریعت درست نیست، در این حالت عادت حرام میشد. لیکن اصل عادت ها اباحه است و مباح است. و نوع دوم، یعنی قسم دوم بدعت، بدعت در دین، که این یک کار حرام است، کار خیلی هم حرام است، چرا که قاعده چندین بار به شما بیان کردیم، باز بیان میکنیم که لأن الاصل في العبادات توقیفیه او المنع الا يدل الدلیل على مشروعیتی، چرا که اصل در عبادت توقیفی هست، ایستادن است، منع هست، مگرم با دلیل که شریعت این چیز را اجازت میدهد. ببینید در عادت اصلش مباح بود، تمام عادت ها
جایز است غیر از همون عادت‌هایی که شریعت رد کرده است. اما در عبادت خلافی یا در مسائل دینی خلاف عادت است. برعکس و قاعده اصل در عبادات و در دین این منع است، جایز نیست. عمل کردن پیش از خود جایز نیست مگرم یک کار را انجام میدهید به دلیل شرعی. پس این قسمی بدعت بود که فهمیدیم که بدعت به کجا تعلق دارد. فهمیدن این هم مهم است. بدعت به دین تعلق دارد. امروز کسانی که گمراه شده اند، کسانی که مبتدع هستند، وقتی که به اونها بدعت میگویید یعنی از بدعت تحذیرشون میکنید، بدعت رو بدیش رو به اونها بیان میکنید، همچون یک مسخره، همچون یک طعنه زدن اونها مثال میارن که پس این کتاب های نوشته شده، این خانه های پوشیده شده، این هواپیما و این ترقیات همه بدعت است. شما عقب مانده هست، از دین عقب مانده و بیخبرید گویان طعنه میزنند. ما میگیم اینها جاهلند. الله رب العزت و الجلال قلب اونها را با پرده پوشانیده است که اونها نمیفهمند. الله گمراهشان کرده است. اما کمی اگر با عقلانه با خردانه اندیشه بکنید امر این مسئله مثل آفتاب واضح است. ما به اونها میگویم مسائلی که به دنیوی تعلق دارد به مانند هواپیما و این ترقیات و به مانند نوشتن کتاب و اینا، این همه مصلحه است، مصلحه دینی و دنیوی است. حتی نوشتن کتاب، مثلا در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن نوشته شده بود یا نه؟ نه البته نوشته نشده بود، مثل که امروز قرآن در دست ما است. یا سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مثل کتاب ها نوشته شده بود؟ نه. و چیزهای دیگر زیاد. این همه به دین داخل نمی شود، بلکه این یک مصلحه است. یا که حتی علما میگن لا یتم الواجب الا به فهو واجب. یک چیزی واجبه که با یک چیزی دیگر پوره نمی شود، این هم واجب می شود میگن و به زیر این قاعده داخل میکنند. لیکن مهم این است که این همه چیزها مصلحه دنیوی است و حتی به این علما دلیل هم آورده اند از شریعت برای جمع کردن قرآن، برای نوشتن کتاب سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلیل هم وجود دارد، از صحابگان اصلش وجود دارد. پس این چیزها بدعت نیست، بدعت در دین است. و اینچنین از این تعریفی که ما به شما بیان کردیم به ما بیان شد که در بین معنای لغوی بدعت و به معنای شرعی بدعت فرق وجود دارد. مختصرا این است که معنای لغوی بدعت عامتر و اعم از معنای شرعیش می باشد. وقتی که بدعت همچون لغت معنای لغویش می بینید عام است، به همه چیز دلالت می کند. و اما معنی شرعیش معنای غالبا جزئی هست. در تمام کلمه هایی که هم لغوی و هم شرعی استفاده شده است معنای لغویش عام است و معنای شرعیش خاص و جزئیات معنای لغویش می باشد. با مانند تقوا در معنای لغویش وقایه، یعنی حمایه کردن خودتان از همه تمام چیزهای بد. اما در شریعت وقایه نفستان از آتش دوزخ، از عذاب الله، یعنی خاص است، لغویش عام است. یا که کلمه صیام، روزه، اگر در لغت نگاه کنید خیلی معنای زیاد میدهد. امساک، بازداشتن نفس از چی؟ از تمام چیز. بازداشتن نفس از پوشیدن، بازداشتن نفس از لذت، بازداشتن نفس از خواب، بازداشتن نفس از تمام چیز. خودتون بازداشتن صیام میگویند. اما معنیش در شریعت جزئی هست و خاص است، یعنی بازداشتن نفس از خوردن و نوشیدن و جما کردن در روزهای روزداری و روزه گرفتن. یا که معنای حج در لغت قصد یعنی به یک جا
نیت کردن و براه برآمدن، قصد یک جا را کردن و گیجای نباشد. معناش عام است. به گوجای روید لغتا قصد کردن اونجا را حج میگن، اما معنی شرعیش قصد کردن یک جای معین، یک جا را حج میگویند. قصد کردنی خانه الله کعبه را حج میگویند. یعنی معنی شرعیش خاص است، جزئی هست، معنای لغویش عام است. یا که عمره، کلمه عمره زیارت می باشد. عمره لغوتاً تمام گیجای را زیارت کنید عمره گفته می شد، اما شرعاً کلمه عمره زیارت کردن خانه الله را و عملی مخصوصی را در انجام دادن در خانه الله را زیارت می گویند. این چنین کلمه بدعه. تمام چیزی که نو پیدا شده است که پیش از پیدا شدن این چیز مثلش وجود نداشت، این لغتاً و شرعاً این است که تمام چیزی نو پیدا شده که به دین تعلق دارد. این هم یک جزئی است. معنای لغوی عامتر است و معنای شرعی در همه این کلمه هایی که بیان کردیم یک جزئیات از معنای لغوی است. پس فهمیدن این مسائل مهم است. وقتی که این مسئله ها را فهمیدید، این مشکلات را فهمیدید، شما تصورتان نسبت بدعت آهسته پیدا خواهد شد و ان شاء الله فهم بدعت، فرق کردن بدعت از سنت به شما آسان و سهل خواهد شد. ان شاء الله قلب کسی را که به این دین کشاده است، به اون نعمت فهم و نعمت هدایت و توفیق هدایت را داده است، فهم این مسائل خیلی هم آسان است ان شاء الله رب العزت و الجلال. و این چنین باید برادران عزیز و خواهران گرامی قدر دانیم که بدعت همهش یک نمود برابر نیست. یعنی تمام بدعت های دینی با هم دیگر برابر نیستند. احکام بعضیشون از بعضیشون فرق میکند. از درون بدعت ها بدعت وجود دارد که کفر صراح است، کفر آشکار و واضح است. بدعت لیکن کفر آشکار و واضح است، به مانند بدعت جاهلیت، آن بدعتی که الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم و شان از این بدعت تنبیه داده است و ذکر کرده است. این بدعت چیست؟ این بدعتی است که وقتی که به مشرکان گفته میشد که الله را بپرستید، از این بت پرستی و شرک دور شوید، میگفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. یعنی ما این بت ها را نمی پرستیم مگرم به خاطر این که ما را به الله برساند، یعنی بینمان واسطه میگیریم. مقصدی اونها چی بود؟ اونها میگفتن ما الله را میپرستیم اما این بت ها را بین خودمان و بین الله واسطه میگیریم. ببینید مشرکینی که رسول الله آنها را کافر بیان کرده اند، مشرک بیان کرده اند، اونها را با اونها جهاد اعلان کردند و با اونها جنگ کردند و اونها را به قتل رسانیدند، اونها الله را اقرار میکردند، میگفتند که الله یگانه این دنیا را خلق کرده است، الله باران میبارند، الله رزق میدهد، ما الله را عبادت میکنیم، اما این بت ها را به خاطر واسطه بین خودمان و الله قرار میدیم. یعنی این بت ها کارهایی که ما میکنیم، عبادتهایی که ما میکنیم به الله میرساند. ای بشون این بود که این شرک اکبر است، این کفر صراح است و این کفر واضح است به یگان شک شبهه. این یک بدعتی که اونها پیدا کرده بودند. یا تمام بدعت منافقینی که در دین این بدعت را همچون دین گرفتند، به مانند این که منافقین وقتی که دیدند که رسول الله قوه زیاد دارند و قوی هستند، دین را نه به خاطر تسلیم شدن به الله و به رسول الله بلکه به خاطر حفظ نفسشان و مالشان قبول کردند، که این هم یک بدعت است. یعنی قبول کردن دین به خاطر حفظ نفس، به خاطر حفظ مال و در بین مسلمان بودن، در بین کافر بودن، خیلی که اولهای صفحه اول سوره بقره بیان میکند، این بدعت است. اما این بدعت کفری هست و کفری صراح و آشکار و واضح است. و تمام اون بدعتایی که مثل این بدعت هاست به یگان شک و شبهه اونها بدعت است لیکن کفر است.
و این چنین یک نوع دیگری بدعت است که این بدعت گناه است. یعنی درجه این بدعت از بدعتی که پیشتر بیان کردیم پستر است، گناه است. حتی این گناه تبدیل به کفر هم در بعضی حالت ها می شود. با مانند بدعت خوارج، فرقه خوارج، خارجی ها، یا که فرقه قدریه، اونایی که تقدیر را تماما رد میکنند، انشاءالله در مسائل تقدیر بیان خواهیم کرد. مرجعه و امثال اونها، رافضه و دیگر مبتدعین. اصل پیداشوی این فرقه های ضال از بدعت بود که این یک گناه بزرگ است و علما اختلاف میکنند که این فرقه ها آیا کفر هستند، فرقه های کفری هستند یا فرقه های غیر کفری، ضال و مضلی. لیکن مهم این است که این فرقه های باطل و گمراه که بعضی از اینها کفر واضح هست، به خاطر بدعت به وجود آمد. مبتدعان و سرکردگان بدعت این چیز را پیدا کردند و این چنین بدعت وجود دارد که بدعت گناه است. این بدعت کفر نیست، اما این بدعت گناه کبیره است. چرا که بدعت است، تمام بدعت ضال است، تمام ضال این بدعت یعنی گناه کبیره. ببینید وقتی که بدعت گمراهی باشد، تمام نمود بدعت، خواه بدعت کوچک یا بزرگ یا کفری کراهیتی چیزی نباشد، پس تمام نمود بدعت این یک گناه بزرگ است. چرا که اگر گناه بزرگ نمی بود انسان را گمراه ضال نمی کرد. این نوع بدعت در عبادت می باشد، به مانند به خودتان یک هیئتی مخصوص را در عبادت قبول کردن و ساختن یک هیئت مخصوص در عبادت. به مانند اینکه روزه دارید، روزتون را راست ایستاده بر روزش دارید، نشینید در حالت روزه داشتن، یا که روزه را در زیر آفتاب دارید، یا که یک روز را روزی همچون عبادت به خودتان واجب کنید که در همان روز فلان رکعت نماز، فلان قدر عبادت، در روزی که الله این روز را این چنین شرع نکرده است. یا که چیزهای حلال، آن چیزهایی که الله خوردنش را اجازت داده است، پوشیدنش را اجازت داده است، از اونها دست کشید همچون عبادت. یعنی خوراک نخورید، از گوشت استفاده نبرید، لباسهای خوب نپوشید، به خاطر اینکه شما گویا که یک آدمی عبادتکار هستید و زاهد هستید، یا که این عمل را همچون یک عبادت انجام بدید. این یک بدعت است. یعنی یک حدود و یک حالت معین گذاشتن در عبادت. قاعده همین است که وضع الحدود، گذاشتن حد معین در عبادت یا حالت معین در عبادت را بدعت میگویند. یا که دومین قاعده این است که التزام الکیفیت و الهیئات المعینه، یا که در عبادت یک التزام کردن یک نمود خاص یا یک هیئت معین و خاص را به خود لازم دانید. اولش یک وضع حدود خاص بود، حد خاص میگذاشتید، در حالت دوم یک نمود خاص، یک هیئت معین میگذارید، به مانند ذکر کردن به هیئت جماعوی، یک صوت با یک نمود ذکر همه یک باره، خیلی که در بعضی از جایها وجود دارد، بعد از نماز همه یک باره باید ذکر بکنند، بلند، با صدای بلند، همه با یک لفظ، که بعضی شنیدم که در بعضی اماکن ها این چیز وجود دارد، حتی در جای ما هم شاید وجود داشته باشد. پس ذکر را به هیئت جماعوی با یک صوتی، با یک آوازی انجام دادنش بدعت است. چرا که در شریعت این چنین ذکر وجود ندارد. ذکر را همه میتواند مختلف از یک دیگر انجام بدهد و
شخص آوازش بلندتر، شخص پستر، شخص دیگر ذکر، شخص دیگر ذکر که از صحابهان و از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وارد شده است. ذکر جماعوی با یک صوت جماعوی این بدعت است. یا که به این قاعده من یعنی هیئت معین گرفتن، یک نمودی معین گرفتن، این چنین مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌دارد، جشن گرفتن مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و با مانند این که ما مولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، حکمش را و مسائلش را در حلقه گذشته بیان کرده بودیم. یا که سومینش این است که یک عبادت معینی را در وقتهای معین به خودتان لازم دانید، در حالتی که شریعت این چیز را تعیین نکرده است. التزام العبادات المعينة في اوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. بمانند التزام روزداری در نصف شعبان و اینچنین قیام اللیل کردن این روز. یعنی بعضی انسان ها هستند که وقتی که در یک سال نصف شعبان، ماه شعبان، یعنی ماهی که پیش از ماه رمضان است، به همین ماه داخل میشن، در نصف این ماه روزه میگیرند و در شبش تهجد میخونند، گویا که این امر در شریعت وجود دارد، گویا که این عبادت در شریعت وجود دارد، یا این مسئله یک عبادت خوب و از رسول الله و از صحابگان آمده است. اما اصلش اینچنین نیست که این بدعت است. یعنی تمام عبادت های خاص در مکان خاص در وقت های خاص گرفتنش این جایز نیست. چه خیلی که به شما بیان کردیم، عبادت کردن در غار حرا، عبادت کردن در غار صفر، عبادت کردن در شب شعبان و روزه گرفتن روز شعبان و قیام اللیل کردن شب شعبان، اینچنین عبادت کردن در روزهای اسراء و معراج یک وقت معین است. بله، وقتی معین کردند اسراء و معراج. یا عبادت کردن خاص، روزه داشتن خاص در ماه رجب که به این دلیل وجود ندارد. البته به بعضی از ماها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان کردند که در این ماه در فلان و فلان روزش روزه دارید که ان شاء الله ما به شما بیان میکنیم. اما این روزهایی که ما بیان کردیم به این از رسول الله هیچ چیزی نیامده است، از شریعت هیچ چیزی نیست، اما انسان ها میگیرند. یا که به مثال پیش گذشته التزام الکیفیت و الهیئات المعینه، یعنی یک هیئت معین و یک نمود معین به خود انتخاب کردن، نشست و ذکر کردن، به مانند بیوی سه شنبه که امروز در جای ما وجود دارد، بیوی چهارشنبه که زنها یک جا جمع می شوند، بابای خورکش است، بابای خورکش است، حسن است، حسین است، چیزی هست، از طریق اونها بیان میکنند، گریه میکنند، ذکر میکنند، نماز میخوانند که این جایز نیست. چرا که اینها یک هیئت معین را، یک نمود معین، عبادت معین را به خودشان در روز معین لازم دانستند، در حالتی که شریعت این چیز را منع کرده است، اجازت نداده است، امر نکرده است. پس این همه چیزها بدعت است. یعنی سه قاعده داریم: یک حدود معین ماندن، یک نمود معین و هیئت معین ماندن، و سومینش یک عبادت معین و اوقات معین را به خود لازم دانستن، در حالتی که شریعت به هر سه این حالت هم چیزی بیان نکرده است، حتی منع کرده است. پس این نمودهای بدعت است و بدعت در همه این نمودها بدعت بد است و بدعت ضلالت و گمراهی است. و باید دانیم که همه اون کسانی که بدعت را انجام میدهند البته با خود یک شک و شبهه دارند و همه اونها به این بدعتشان میخواهند دلیل بیاورند. هیچ مبتدع را تا به حال ندیده باشیم که بدعتش را همچون یک بدعت و همچون یک عملی بد انجام بدهد، بلکه همه مبتدعین فکر میکنند که بدعتشان یک کاری خوب است، یک کاری دلکش است، یک کاری پیشرفتگی است، یک کاری هست که دین این کار را دستگیری میکند و به خودشان از این عالم و از عالم دیگر گفته های متشابه و غیر متشابه را میارند، دلیل میگیرند. اما باید دانید که اونها به این کارهایشان دلیلی واضح و روشنی ندارند. اونها تمامی
دلیلی که از قرآن یا سنت می آورند این یک متشابهات است که ما به شما ان شاء الله در مسائل آینده بیان خواهیم کرد. پس به شما چه خیلی که بیان کردیم، بدعت این چونین بدعت ترک هست، ترک کردن بعضی از اوامر دینی یا که بعضی از حلال چیزهای حلال را هم بدعت گفته می شود. چه خیلی که بیان کردیم این چونین بدعت پیدا کردن است و بدعت ترک است، چرا که ترک کردن مسائل شرعی هم این یک پیدا کردن است، پیدا کردن یک قاعده نو، راه نو جدید. این هم یک اختراع کردن در دین است، چرا که یک مسئله دینی را ترک کرده ایستاده است، یعنی اختراع نو، راه نو است. چلی که امام شاطبی رحمت الله علیه در این مسئله در کتاب الاعتصام در صفحه 38 فصل فی الحد بیان کردند، میگن انها طریقه فی الدین مخترعه. چلی که ما به شما بیان کردیم، بدعت این یک راه در دینی که نو پیدا شده می باشد، غیر مثال سابق. تا آخرش این تعریف میگن به این داخل می شود این چونین بدعت ترکیه، تمام بدعت هایی که ترک کرده می شود. پس بدعت ترک و بدعت غیر ترک به این تعریف داخل می شود. به مانند مثلا یک چیزی را شریعت حلال می داند اما انسان این چیز را به نفسش حرام می کند و از این کارش، از این ترک عملش همچون یک عبادت انجام می دهد. یک چیزی که شریعت از استفاده کردن این چیز اجازت داده است، یک نفر می آید این چیز را به خودش حرام می کند و اعتقاد دارد که این کار کرده اش به اون ثواب می دهد. پس این بدعت است. اما بعضی از چیزهای مباح را به خاطر حمایت کردن جسم، عقل، دین یا مثال اینها باشد، این جایز است. یا که به خاطر شفا یافتن که بعضی از کسلی ها از شما طلب میکند که بعضی از چیزهای حلال را ترک کنید تا که بعضی از مباحات را ترک کنید تا که شفا یابید. یا که حتی در حدیث آمده است که در بعضی حالت ها ترک کردن خوردن و نوشیدن به شما فایده دارد، به معنای نه اینکه همچون عبادت، به معنای شما پیامبر صلی الله علیه و آله میگن ای جوانها، ای گروه جوانها، وقتی که به زن گرفتن قدرت ندارید روزه بگیرید. یعنی مباح هست، چیز خوردن مباح هست اما شما روزه میگیرید به خاطر الله، چرا که این سبب دارد. سببش این است که شما را از شهوت دور میکند. در این حالت هم جایز است. یا که در بعضی حالت ها شما از مباح دور میشوید تا که به حرام نزدیک نشوید. این هم از حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است و جایز است. کتارک المتشابه حذرا من الوقوع فی الحرام، یعنی چیزی مباحی که شما ترک میکنید متشابه بود. معنی بعضی کس میگه که این خوب، یعنی چیزی پاک است، بعضیش میگه که پاک نیست. المهم یک چیزی متشابهی که بود شما از این چیز حذر میکنید، دور میشوید تا که از حرام خودتون را وقایت و حفظ بکنید. پس این هم جایز است. در این حالت هم از چیزی مباح وقتی که با این نمودها دور شده جایز است. اما دور شدن از مباحات، دور شدن از چیزهای حلال در غیر این حالت ها تدینا به خاطر دین، به خاطر عبادت، این جایز نیست و این عملی حرام است و این بدعت است. شما از یک چیزی مباح دور میشید نه به خاطر شفا یافتن، نه به خاطر حفظ کردن نفس، نه به خاطر به تقوا شدن، بلکه شما در ذات همین کارتون یک ثواب و عمل خوب را میبینید که این بدعت است.
چنانه که الله رب العزت و الجلال در سوره مائده آیت 87 میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العظیم. یعنی الله رب العزت و الجلال میگوید که ای آنانی که ایمان آورده اید به خودتان حرام قرار مدهید آن چیزهای پاک و طیبه را که الله رب العزت و الجلال به شما این چیزها را حلال قرار داده است. ولا تعتدوا و تجاوز حد الله نکنید، غلو نکنید، از حد نگذرید، چرا که الله البته از حد گذرندگان را، تجاوز کنندگان امرش را دوست ندارد. اعتدا کردن را در شریعتش الله دوست ندارد. یعنی کسی که یک چیزی حلال را به یگان عذر به خودش حرام می کند، این گناهی بزرگی را انجام داده است و این مبتدع هست. خیلی که به شما چله را بیان کردیم. در چله چقدر چیزهای مباح را به خودتون، در چله نشینی چقدر چیزهای مباح را به خودتون حلال، چیزی را که حلال بود به خودتون حرام قرار میدید که این مخالفی امر الله و رسول الله است. یا که از سنت اگر مثال بیاریم به بدعت ترک، بعضی از صحابگان به نفسشان گفتند من خواب نمی کنم، بعضیشان گفتند من در یگان روز چیز نمی خورم، یعنی همه روز را روزه می دارم، بعضیشان گفتند من به زن هیچگاه نزدیکی نمی کنم، بعضی دیگرشان گفتند من به خاطر از شهوت دور شدن مردی خود، یعنی تخم مردی خود را پاره می کنم. یعنی در دین مبالغه کردند به خاطر اینکه یک مؤمن واقعی باشند، گمان کردند که این عملشان عملی خوب است و اونها را به درجه بالای تقوا و عبادت میبرد. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که این سخن را شنیدن گفتند من خواب میکنم و اینچنین بیدار میگردم، یعنی خواب را هیچگاه به خودم حرام نکردم، و اینچنین من می نوشم و می خورم و روزه می دارم، و اینچنین من با زنم زندگی میکنم و خواب و خیز و جما میکنم. من رغب عن سنتی فلیس منی، هر کسی که از سنت من روی گردانید از من نیست. این صحابگان را وقتی که شنیدن که این عمل را انجام میداد من کردند. خیلی که این حدیث صحیح است که در کتب صحیح به مانند مسلم و معنایش در بخاری ذکر شده است. از انس در باب نکاح ذکر شده است. حدیث صحیح است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونها را از این عملشون ترک کردند، گرچند که صحابگان این عمل را به خاطر دین، به خاطر خوب شدن انجام میدادند، اما شریعت این عمل را حرام کرده است. بدعت ترک، این مثال بدعت ترک بود، یعنی صحابگان میخواستند ترک کنند، بعضی مباحات را ترک کنند که شریعت اجازت نداد. پس امام شاطبی رحمت الله علیه میگوید هر کسی که نفسش را از تناول کردن آن چیزهایی که الله حلالش کرده است منع میکند به یگان عذر شرعی، پس این انسان خارج از سنت نبی صلی الله علیه و سلم است و عمل به غیر سنت میکند و این عین بدعت است و این خودش مبتدع به عینش هست. پس ببینید این یک قاعده خیلی هم بزرگ است. هر کسی که نفسش را از تناول کردن آن چیزهایی که الله حلال کرده است به یگان عذر شرعی باز می‌دارد و منع می‌کند خارج از سنت رسول الله است صلی الله علیه و سلم و عمل به غیر سنت می‌کند، گرچه که تدینا همچون دین عمل را می‌کند اما غیر سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را عمل می‌کند و این مبتدع 100% مبتدع گفته می‌شود. پس اگر سؤال شود که آیا ترک کنندگان مطلوبات شرعی را
بدعت نامیده می شود یا نه؟ یعنی آن کسانی که واجبات را ترک می کنند، بعضی از ندب و سنت را ترک می کنند، یعنی ندب و واجبات اوامر شرعی را ترک می کنند، اونها مبتدع هستند؟ به بدعت ترکیه داخل می شوند یا نه؟ به جوابش امام شاطبی رحمت الله علیه می گویند که ترک کنندگان مطلوبات شرعی، طلب کرده شدگان شریعت، دو نمود هستند. یکم نمود اونها عمل را نه به خاطر تدین، نه به خاطر دین ترک می کنند، بلکه اونها تنبلی می کنند یا که عمل را از وقتش می گذرانند، یک عبادت را از وقتش گذرانده می کنند، نه به مقصدی این که دین این عمل را اینچنین فرموده است، بلکه همچون یک کمبودی در اونها این وجود دارد، یعنی تنبلی می کنند. که این یک کسلی نفس است که بعضی انسان ها بعضی از اوامر دین را ترک می کنند، نه به خاطر دینی، بلکه اونها می گویند یعنی همچون یک تنبلی کردن و از وقتش گذرانیدن شده این عمل را ترک می کنند. پس ما می گوییم هر کسی که واجب را اینچنین تنبلی کرد و ترک کرد، گناهش معروف است و جزایش معروف است، و هر کسی که ندب را یا مستحب را ترک کرد، یعنی گناهش و معصیتش به حسب اون عملهایی که ترک می کند داده می شود. اما دوم نمود ترک این تدینن، همچون دینن ترک می کند، به مانند مسائل بدعی، به مانند اون قومی که اباحیه هستند، آنانی که میگویند که تکلیف از بعضی از انسان ها برداشته می شود، یعنی بعضی انسان ها وقتی که به اولیاگی می رسند به اونها دیگر تکلیف وجود ندارد، دیگر روزه و زکات و حج و نماز نیست، چرا که اونها به حد اولیاگی رسیدند. خیلی که در عقیده صوفیگی این چیز وجود دارد، شیخایی که در طریقه صوفی هستند بعضی از اونها گویا که تکلیف از اونها برداشته شده است، اونها عمل را ترک کردن، نماز را، روزه را، حج را، نه تنبلی کردن، نه کمبودی، بلکه گمان کردند که این عمل از نظر شریعت جایز است، که به این کارشون یک بدعتی کفر را به وجود آوردند. پس این دو نمود است. نمود اولش بدعت نیست که بعضی از من شما رخ میدهد، بعضی از مثلا از نماز خوب میرویم، خوب برده میماند، شما در این حالت مبتدع نمیشوید، اما قصداً نماز را ترک کنید، گمان کنید که این دیناً جایز است، این بدعت است. پس بدعت 4 چیز را در بر میگیرد: بدعت اعتقادی، دوم بدعت قولی، سوم بدعت فعلی یعنی عملی، و چهارم بدعت ترک، که ترک هم عمل است. خیلی که در مسائل اصول فقه معلوم است، یعنی عمل گفته فقط تمام کارهایی که اجرا میکنید عمل گفته نمی شود، بلکه ترک کردن حرام این عمل است، ترک کردن نهی شرعی این هم عمل است. مثلا کسی که عرق نمی نوشد، کسی که از حرام دور است، کسی که زنا نمی کند، دزدی نمی کند، آدم کشی نمی کند، اینها گویا که عمل کرده ایستادند و اینها گویا که هر وقتشون اجر است. سبحان الله، این هم یک نعمت الله رب العزت و الجلال به من و شما بندگانش است. و ان شاء الله این با این درس 11 حلقه 11 خود را به خاتمه میرسونیم و در حلقه آینده ذم البدعات را، سوء بدی بدعت را از قرآن، از سنت و از گفته علما به شما بیان خواهیم کرد که این مسئله کمی احتیاج به وقت دارد. با همین صحبت خود را به پایان میرسانیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت
استغفرك و اتوب الیک.